سلام، به کافه معنا خوش آمدید. برنامه کافه معنا در جهت اهداف فرهنگ و تمدن این دیار پارسی گام برمی‌داره. ما در این برنامه از کتاب‌های مختلف صحبت می‌کنیم و نظر کارشناسان مختلف رو جویا میشیم. البته فراموش نکنید کتاب‌ها و موضوعی رو که دوست دارید حتما برای ما کامنت کنید تا در رابطه با آنها صحبت کنیم. امروز من تصمیم گرفتم در رابطه با یک کتاب صحبت کنم که برای خودم بسیار جذابه. کتاب به نویسندگی آقای دیوید جیپالیه. مترجم این اثر هست آقای محمد حسن پورعبادیان و از انتشارات آفرینش امیده. و از همه مهمتر عنوان کتاب که هست قانون ماشین حمل زباله. این کتاب در ژانر روانشناسی نوشته شده و بسیار کاربردیه و تاثیرات بسیار خوبی تو زندگی داره. برای شروع من از متن پشت کتاب چند سطر میخونم و سپس چند خطرم از داخل کتاب که برای شما زیبا باشه و لذت بخش و مفید. امیدوارم که از این اثر خوشتون بیاد و لذت ببرید. آقای دیوید جیپالی اینجوری شروع میکنه: کنترل زندگی خود را به دست بگیرید. اجازه ندهید رفتار بد دیگران شما را عقب نگه دارد. در قانون ماشین حمل زباله دیوید جیپالی به شما نشان می‌دهد که چگونه به مردمی که شما را تخریب می‌کنند پاسخ داده و چگونه خود نیز دست از تخریب دیگران بردارید. این قسمتی از متن پشت کتاب بود که خدمتتون عرض کردم. و اما اگر بخوایم نگاهی به داخل کتاب بندازیم به طوری که موضوع کمی روشن بشه اما لو نره، از پاراگراف دوم صفحه 17 من برای شما چند سطری میخونم و ادامه میدم. در پاراگراف دوم ایشون نوشته که مأموریت من، و در این زمینه کمی توضیح میده، مأموریت من افزایش شادی، موفقیت و رفتاری مؤدبانه در جهان است. مسیر من با هر یک از شما آغاز می شود. ما باید به عنوان یک فرد قبل از اینکه توقع داشته باشیم دیگران را تغییر دهیم، خود را تغییر دهیم. نباید در این بحث که چه کسی چه کاری کرده است گم شویم. ابتدا باید امروزمان را آنچنان که میسر است تغییر دهیم. من به دنبال اصلی بنیادی هستم. میخواهم که همگی ما صرف نظر از دین، نژاد، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و پس زمینه تحصیلی خود با فلسفه و سبک از زندگانی که مورد پذیرشمان است ارتباط برقرار کنیم. انتظار دارم که رفتارمان انعکاسی از تعهدمان باشد. تعهدی که من میپذیرم به صورت قانون ماشین حمل زباله بیان می شود. این تعهدات می توانند در قالب 8 قانون عدم قرار گرفتن در مسیر ماشین حمل زباله مورد خطاب قرار می گیرد. در قسمت بعدی در رابطه با نقش شما صحبت میکنه ایشون و میفرمایند که این کتاب میتواند در بهترین حالت به عنوان یک مقاله شخصی مورد مطالعه قرار بگیرد. قلمی به دست بگیرید. من نقش خود را نوشتم. اکنون نوبت شماست که نقش خود را بنویسید. پس از هر بخش از شما سوالات مختصری
خواهم پرسید و جایی را برای پاسختان خالی خواهم گذاشت. کمی جلوتر اگر بریم در صفحه 23 کتاب ایشون میاد بخش اول رو به این شکل عنوان میزنه یا تایتل قرار میده که قانون ماشین حمل زباله و ایشون این جمله رو کمی باز میکنن و روش توضیح میدن که به نظر من بسیار خوندنیه و یکی از جذابترین مطالبیه که توسط نویسنده بیان میشه. کسی که دیر عصبانی میشود بهتر است از کسی که دارای قدرت است و کسی که بر روی خود حاکم است و کسی که بر روی روح خود حاکم است بالاتر است از آن که شهری را در اختیار خود دارد. تا چه حد این اتفاق برای شما میافتد که به دیگران اجازه دهید بی‌مورد خلق و خوی شما را عوض کنند؟ آیا شما به یک راننده بد، یک گارسون گستاخ، یک مدیر و رئیس بیسواد و یا یک کارفرمای بی‌عاطفه اجازه می‌دهید روز شما را خراب کنند؟ این اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه حرف آخر را شما بزنید و روی پای خود بایستید. البته نشانه موفقیت شما آن است که به چه میزان و با چه سرعتی تصمیم بگیرید که چه چیز در زندگی شما مهمتر است. 20 سال پیش این درس را در حالی یاد گرفتم که در شهر نیویورک سوار بر تاکسی بودم. داستان از این قرار بود: من به داخل تاکسی پریدم و به سمت ایستگاه گراند سنترال حرکت کردم. ما در سمت راست خیابان در حرکت بودیم که ناگهان یک ماشین مشکی از پارک خارج شد و رو به روی ما قرار گرفت. راننده تاکسی من بر روی ترمز کوبید. ماشین کشیده شد و تایرها خط ترمز خود را روی آسفالت کشیدند و نهایتاً تاکسی با فاصله 1 اینچی نسبت به سپر عقب ماشین مشکی رنگ ایستاد. نمیتوانستم آنچه را که اتفاق افتاده باور کنم، اما بعد به موضوع پی بردم. فردی که میتوانست باعث تصادف شود سر خود را از پنجره بیرون آورد و ما را با الفاظ بد خطاب کرد. در نیویورک کلماتی وجود دارند که تنها نیویورکی ها از آن مطلعند. سپس به نشانه فحش انگشت خود را به ما نشان داد. اما آنچه واقعا مرا تکان داد در این لحظه اتفاق افتاد. راننده تاکسی من تنها لبخند زد و برای آن مرد دست تکان داد و این کار را به روشی دوستانه انجام داد. از او پرسیدم چرا چنین کردی؟ آن مرد می توانست مرا به کشتن دهد. و اینجا بود که راننده تاکسی به من چیزی گفت که من امروز از آن به عنوان قانون ماشین حمل زباله یاد میکنم. او گفت خیلی از مردم مانند ماشین حمل زباله‌اند. آنها بر روی انبوهی از پریشانی‌ها، خشم‌ها، ناامیدی‌ها میرانند. همان گونه که زباله‌های آنها انباشته می‌شود، به دنبال مکانی برای تخلیه آن می‌گردند و اگر تو به آنها این اجازه را بدهی، آنها زباله‌هایشان را بر روی تو خالی می‌کنند. پس زمانی که کسی می‌خواهد زباله‌هایش را بر روی تو بریزد، زباله‌ها را به خودت نگیر. تنها لبخند بزن. دست تکان بده. برایشان آرزوی موفقیت کن و سپس به راه خودت ادامه بده. ایمان داشته باش که شادتر خواهی بود. پس از آن با خودم فکر کردم من معمولاً چقدر اجازه می دهم که ماشین زباله
مستقیم از روی من رد شود و زباله‌هایش را روی من خالی کند و من معمولا به چه میزان زباله‌های آنها را جمع آوری می‌کنم و آنها را روی مردم دیگر در محل کار، خانه و یا خیابان خالی می‌کنم. و در این موقع بود که با خودم گفتم من زباله‌های آنها را نمی‌خواهم و قرار نیست این زباله‌ها را بر روی مردم دیگر خالی کنم. بقیه کتابا میذارم به عهده خودتون که انشالله مطالعه کنید، بخونید و لذت ببرید. کتاب بسیار کاربردی، زیبا و جذاب نوشته شده. مجددا کتاب خدمتتون معرفی میکنم. کتاب قانون ماشین حمل زباله، نویسنده امریکایی و به نام دیوید جی پالی. مترجم کتاب آقای محمد حسن پور اباییان هستند و کتاب از نشر آفرینش امیده. به صورت جیبی هم چاپ شده، کوچیکه، همونطور که ملاحظه میکنید و میبینید. هر جایی، حتی داخل اتوبوس، داخل تاکسی، محیط کار، اگر که زمان دارید میتونید چند صفحه از این کتاب رو بخونید و لذت ببرید و امیدوارم مفید باشه. اما در بخش دیگه من دوست دارم یه مطلب رمانتیک و البته کوتاه از نوشته‌های خودم براتون بخونم. امیدوارم که دوست داشته باشید. نظر بدید لطفاً، ایراداتمو بگیرید. عرضم حضور شما که مشورت کنید و کمکم کنید تا بتونم بهتر بنویسم. چند خطیست، چند سطریست، عاشقانه. تقدیم به شما گرامیان. هنگام اذان است. مکبر تکبیر میگوید. تکبیر به بزرگی خداوند. تکبیر به زیبایی خداوند. تکبیر به آفرینش زیبایش. تکبیر میگوید و عشق را به نمایش میگذارد. عشق به معنای عشق. عشق با آنکه خود عاشق بود و انسان را آفرید و او چه زیبا آفرید و چه زیبا خلق می کند. او زیبایی را دوست می دارد زیرا تو را زیبا آفرید و تبسم زیبایت را، زیرا تو را خلق نمود و خود مست شد از آن چه آفریده بود. چه بگویم از این زیبایی و تبسم زیبایت، چه بگویم از آن لبخندهای عاشقانت که معشوق را به رقص وامی دارد. الله اکبر از این همه عشق و زیبایی و لبخند و سرور که نمادش تو باشی و معشوقش من. ممنون، متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و برنامه ما را تماشا کردید. در پناه خداوند شاد باشید و پایدار.